شوکه شدی؟ معلومه. آره الان صبر کن. سرت شلوغ بود. آره هنوزم سرم شلوغه. پیش یکی از مدیرامون بودم، وسط یه کاری بودیم، اونا دارن ممکنه صدام کنن یا بفرستن دنبالم. هنوز کارام مونده. خونه زندگی ندارن اینا؟ خونه زندگی؟ یه جا واسه زندگی، خونه دیگه. هنوز دارن کار میکنن، دیر وقته. یه سفارش آخر وقتی رسیده، بچه‌ها مجبورن بمونن تا دیر وقت تمومش کنن. ساعت کاری یعنی زمانش مهم نیست، باید سفارش رسیده رو تولید کنن و بلافاصله ارسال. یه پروسه تولید خیلی سریعه. تو باید بهشون بگی برن خونه؟ من باید آخر سر مطمئن شم که همه چی درست میکنین اینجا؟ وسایل دندون سازی، بعضی وقتا وسایل داروسازی. تابلوی اون بیرون رو نمیشه حدس زد. شبیه این ساختمون کوتاهیه که آدم ردش میکنه. من ردش کردم تو اتوبان، تو راه به سمت اینجا. از این ساختمون کوتاهایی هستن که همیشه هم یه طبقن، آدم نمیدونه توشون چه خبره. اینجا شبیه اون ساختموناست. اینجا غذا میخوری؟ چی؟ خیلی کثیفه. نه من نه. کجا غذا میخوری؟ تنهایی؟ آره منظورت اینه که الان تنها؟ آره یعنی بدون همراه. میشه بگی برای چی اومدی؟ اینا یه وقت سیگار نمیکشن، یعنی ممکنه یه دفعه بیان تو. نه دیگه چون من خیلی خوشم نمیاد که مزاحممون بشن. مزاحم چه کاری دقیقا؟ ببین من خیلی وقت ندارم. دیدم. ببین واقعیت اینه که من مجبور نیستم اینجا با تو وایسم. اینه که متوجهی ها یا نکنه متوجه نیستی. ببین من مجبور نیستم اینجا با تو بمونم، درسته؟ نه مجبورم چیزی بگم نه چیزی بشنوم. پس حالا یکی دو دقیقه اینجا هستیم، ولی بعدش تو باید بری بیرون چون من کار دارم. هنوز بخشی از کارام هم مونده. بپا همینجوری انداختنش رو زمین. خب بعد بهش تذکر بدی واسه خاطر این کثافتکاریاشون. دادم، تذکر دادم، مدام دارم راه میرم بهشون تذکر میدم. بریم بیرون بهتر نیست؟ بیرون نه پارکینگ من هم اینجا خوبم. تو خودت منو هول دادی اینجا. من هولت ندادم. دور از چش همکارات. من هولت ندادم، آوردم. حتی مشکوک میشم بفهمم من کی میتونم باشم. مطمئنم که همشون دیدن تا الانم مشکوک شدن. خیلی منو منتظر نگه داشتی پیتر. من نیم ساعت اونجا وایسادم. چی از جون من میخوای؟ میشه اون در ببندم؟ نه پس میشه خودت ببندی؟ نه در باز میمونه. چرا؟ چون من میخوام باز بمونه. خب باد داره میاد تو. ما یه دقیقه دیگه میریم بیرون. تو خودت منو آوردی بیرون اینجا. بهتره، میتونیم با هم دیگه حرف بزنیم. داره باد سرد میاد، من سردمه. خیلی خوب پس من خودم میبندمش. بسته شد. مردم انتظار دارن یه نفر پشت سرشون را بیفته آشغالاشون رو جمع کنه. من یه بار از یه مرد پرسیدم قوطی خالی تو انداخت کف زمین. قوطی آبجوشو با پاکت خالی سیگارش همینجوری ولش کرد رو پیاده رو. بهش گفتم ورش دار. فکر کردم شوخی میکنم. با یه زنه بود. زنه بهم گفت خفش، زنی که پتیاره. فکر کرد داره از مرد دفاع میکنه. مرد همینطوری میخندید. چجوری منو پیدا کردی؟ چی؟ چجوری منو پیدا کردی؟ عکسشو دیدم توی مجله. کجا مجله چی؟ یه مجله تجاری تبلیغاتی. یه دونه از این مجله رنگی ها هستن تو مطب دکتر فرام. میدونی که کدوما رو میگم؟ نمیدونی؟ آره. عکست پشت جلدش بود. تو بودی با یه دست آدم نوشته شما یه تیم هستین، یه تیمی که یه نشان افتخاری همچین چیزی برده. دوستی واسط باقی مونده؟ آره. یعنی چی دوستی برام باقی مونده؟ دوستای جدید یا همون رفیقای قدیمیت؟ تو چی فکر میکنی؟
چشات دارم میسوزن. آره خیلی قرمزن. چی فکر کردی؟ نه مالشون انقدر. یه عکس دیدی بعد آره میخوای ببینی؟ نه دلم نمیخواد. ولی میدونی کدوم عکس رو میگم؟ میدونم کدوم عکس رو میگی. انقدر باشون ور نرو. میسوزن. چون داری باشون ور این کارو میری. میکنم چون که چشمام میسوزن. تنها راه برای جلوگیری از سوزش چشمام اینه که همین کارو بکنم. با ماشین خودت اومدی؟ از کجا؟ نکنه منم ها، نکنه به خاطر من اینجوری شدم، به من آلرژی دارن چشات. نمیخوای حرف بزنی؟ ما میریم بیرون حرف میزنیم. نوشتم 1000 بار نوشتم، دلم میخواد مثل کلاغ چشاتو در بیارم. نوشتم دلم میخواد چشاتو در بیارم با انگشتام، بعد زیر پام لهشون کنم. خیلی چیزا نوشتم، هنوز نوشتامو دارم. نگهشون داشتی؟ بله بهتریناشو. آره اون نفرتی که توشون هست. نگفتی دوستای جدید پیدا کردی یا رفیقای قدیمی پات وایسادن؟ چی فکر میکنی؟ من 6-7 ساعت کوبیدی اومدی اینجا که چی بشه؟ که منو آزار بدی؟ من اسمشو آزار دادن نمیذارم. بیشتر ور برو باشون پس ها، شدیدتر. ببین من نیازی نداشتم که بیام اینجا باهات حرف بزنم، میتونستم راهمو بگیرم و برم. من مجبور به هیچ کاری نیستم. خلاصه مرده. کدوم مرده؟ همون مردکی که آشغال انداخته بود کف زمین. آخه میدونیم آشغاله که مسئله من نیست، یعنی من با کثیف کردنه که مشکلی نداشتم، مشکلم با اون یارو بود، اون مردکی که آشغال انداخته بود کف زمین. بعد من با خودم فکر کردم که اون یارو به اندازه کافی از آموزش، از تحصیلات، اصلا تمدن بهره ای نبرده بود. بعد فکر کردم که تو حتما یه حیوانی. هیچ وقت هیچ کس به اندازه کافی واسه دل نسوزونده. تو یه موجود بیش از اندازه احمقی، انقدر احمقی که حماقت خودتو متوجه نمیشی. تو موجودیت خودتو انکار کردی. من سراغ پیتر رو گرفتم، ری جلوم ظاهر شد. بفهمی؟ کی بهت گفته بیای اینجا؟ هر کی بهت یاد داد. تو از من نپرسیدی دلم میخواد ببینمت یا نه؟ میدونم. تو حق نداری. تو حق نداری همینجوری سرتو بندازی پایین، بیای تو جلوی دیگرون، جلوی همکاران منو تحقیر کنی. تو یه روحی که معلوم نیست سر کلش از کجا پیدا شده. خواهش میکنم برگرد خونتون، دست از سر من بردار. فکر کنی هنوز تو همون شهر زندگی میکنم؟ من نمیدونم. آره. من از کجا باید بدونم تو کجا زندگی میکنی؟ تو همون خونه. پس برگرد همونجا. حس یه روح هم دارم واقعا حس میکنم یه شبه هم. تو منو به یه روح تبدیل کردی. اینو تو همه نامه‌هام نوشتم. مردم اونجا راجبم حرف میزدن، تو صورتم نگاه میکردن، انگار من اصلا اونجا وجود نداشتم. برو بیرون تو هوای آزاد، یه نفس عمیق بکش، بشین تو ماشینت. تو دوباره به زندگی برمیگردین. نباید این اتفاق هرگز میافتاد، ولی تو الان حالت بهتره؟ اینجا آمدن حالتو بهتر میکنه؟ آره؟ آره. خب پس بحثی نداریم. من هیچ حرفی ندارم، تو همش حرف خودت رو میزنی. آخه چجوری این حالتو رو بهتر میکنه ها؟ به من بگو، جز اینه که تو حتی نمیدونی چی میخوای، برای چی اومدی اینجا؟ بگو کی فرستاده؟ هیچ کس. گفتم که. پس دیگه بحثی نداریم. دیگه برام مهم نیست. کجا داری میری؟ نیست. نرو. گفتم که برام مهم نیست. من مسئولیتی نسبت به تو ندارم. من دنبالت میام. هر کاری دلت میخواد بکن. این ماجرا بی معنیه. دور منو خط بکش. من اینجا تنها ول نکن. تو به کمک احتیاج داری. ری! من کار دارم.
امشب باید قبل از رفتنم یه چیزایی رو چک کنم، باید یه جایی باشم، یه جماعتی منتظرم هستن. چی مثلا؟ چه کاری داری واسه انجام دادن؟ ببین واقعیت اینه که من اصلا مطمئن نیستم که تو اون آدم باشی. معلومه که همون آدمم. نه نیستی، من نشناختم. چرا شناختی؟ نه. رنگت پرید تا منو دیدی، شده اینه گرچه دیوار. اون لحظه نه، به من گفتن یه نفر اینجاست که باهات کار داره. من وقتی همینو بهم گفتن. آره ولی من اسمت یادم بود، اسمتو میدونستم، ولی ممکنه تو یکی از دوستاش باشی. رنگ موهات که فرق داره، یا یه خبرنگار، چه میدونم، نه نیستم، یه روزنامه نگار. من از این کارا اصلا سر در نمیارم. مگه چند تا دختر 12 ساله دیگه تو زندگیت بودن؟ هیچی. میخوای جای ماه گرفتگیمو ببینی؟ یادت نیست کنار ساحل چی بهم گفتی یا تو اون اتاقه؟ هیچ کدوم از اینا یادت نیست نه؟ ما دختر کوچولوها عوض میشیم، بزرگ میشیم، پس یه خورده فکر کن. هیچی. فقط من تو اون اتاقه فکر میکردم تو چشات نگاه کردن کار سختری باشه باد حرف زدن. داشتم اطراف کارخونه‌تون دور میزدم ولی سخت نیست، آسونه. من هر جا بودم میشناختمت، حتی اگه پشتم بهت بود. من قبل از اینکه اسممو بهت بگم چشماتو دیدم. الان با کسی هستی؟ با کسی زندگی میکنی؟ نمیخوای به من بگی، میدونم، ولی من میدونم با کسی هستی. یعنی اونجوری که اونا تو رو نگاه میکردن، اونجوری که تو رو نگاه میکردن وقتی داشتی میومدی سمت من. زن خوبی هست برات؟ من در این مورد با کسی هیچ تو خونه منتظرته؟ چی دوست داری بشنوی از من ها؟ چیزی هست که دلت بخواد بهت بگم؟ درباره من چیزی میدونه؟ ببین من نه چیزی از زندگیم و نه از آدمی که تو زندگیمه به کسی میگم. اگه این اون چیزیه که تو دنبالش میگردی یا من نمیدونم چرا باید دنبال چنین چیزی باشی، اما چیزی گیرت نمیاد. میفهمی؟ پدرم مرد. میدونستی؟ خبرش بهت نرسید؟ 6 سال پیش. شاید اون موقع اینجا نبودی، شاید یه جای دیگه ای بودی. چرا من همینجا بودم. چطور از دنیا رفت؟ افتاد، با صورت افتاد رو زمین. بعد هر روز حالش بدتر و بدتر شد، هیچ وقتم خوب نشد. تو خونه ما مهمون بودی. من بچه میزبانت بودم. پدرم تو رو به عنوان مهمون آورده بود خونه خودش. سعی کرد پیدات کنه. توی 3 سال و 7 ماه اول پدرت میدونست من کجام. دلش میخواست خودش تو رو بکشه. تردیدی هم توی این نداشت، همیشه اینو تکرار میکرد. مطمئنم اگه پیدات میکرد خودش میکشتت. چی توشه؟ چی؟ اون تو چیه؟ به تو تو کیفه چیه؟ بدش به من. برای چی؟ بدش به من. چیکار میخوای بکنی تو؟ برای چی؟ میخوای منو بکشی؟ آره میخواستم با دستمال کلینکس بکشمت. اونم اسیده، آب نیست. وقتی دیدمش اکثر رو میگم، خیلی واضح نیست ولی من تونستم تشخیصت بدم. پارش کردم بردمش خونه، بعد همجوری ساعت‌ها خیره بهش نگاه کردم به اون اسمی که اون زیره، پیتر.
من بعضی وقتا خیلی خنگ میشم. اسمتو عوض کردی؟ آره. سخته؟ نه اتفاقا خیلی هم آسون بود. نه من منظورم راجع به اون تصمیم است. تصمیم واسه داشتن یه اسم جدید. میخوام ببینم اون سخته. یعنی تو چجوری این کار کردی؟ چند تا اسم داشتی یا یه لیستی از اسامی همینجوری تصادفی این کارو کردم. چجوری؟ دفترچه تلفن شهری رو باز کردم. مثل فایل گرفتن؟ یه جورایی. اسم کاملت چیه؟ پیتر چی؟ من میتونم اون بیرونم ترولیان. پیتر ترولیان. چجوری همچین اسمی به سرت زد ها؟ پیتر ترولیان. لازم بود، باید با حرف ت شروع میشد. لازم بود همینقدر اشرافی باشه؟ تو چجوری این کار کردی؟ ها؟ همینجوری یهو دفترچه تلفن رو باز کردی تصادفی؟ به چی فکر کرده بودی؟ چون پولدارا به اندازه فقرا میتونن زندگی دخترها رو نابود کنن، یعنی در واقع پولدارا به اندازه فقرا. خب باید مساوات برقرار بشه دیگه. اگه اینجوری هست واقعا، خب این فامیلی برات احترام میخره ها، کمکت میکنه که فراموش کنی. اونا بیرون همکارات اونا هیچ کدوم هیچی نمیدونن و چیزت همسرت خانم اشرافی اون که اصلا هیچی نمیدونه. چرا اون میدونه؟ آره میدونه همه چیو. آره همه چیو. از کجا فهمیده؟ من بهش گفتم. سن منم میدونه. آره. محکومیت تو آره. کی بهش گفتی؟ آره ما 7 ساله که با همیم. چی بهش گفتی؟ بهش گفتم که خیلی قبل توی رابطه بودم با یه دخترک و اون با این قضیه هیچ مشکلی نداشت. معلومه که نداشت، چون من بهش گفتم که اون موقع چه وضعیتی داشتم، مشکلات زیادی داشتم، از پسشون بر نمی اومدم، در نتیجه وا دادم، انگار که شکستم. شکستی. اون اتفاق احمقانه ترین اشتباه زندگیم بود. من بهش گفتی؟ بهش گفتی که اون یه اتفاق احمقانه 3 ماهه بوده که تو با من فرار کردی؟ اینم بهش گفتی؟ و اینم بهش گفتم که خودمو دوباره از نو ساختم، خودمو دوباره کشیدم بالا. آره تو باورت نمیشه، میخندی. من مشکلی ندارم، اشکالی نه، برام مهم نیستش اصلا. اون باور کرده، یعنی تو تونستی کاری بکنی که اون باور کنه. چون دوستم چه داره. مشکلی داره؟ بعد یه مشکلی مواظب داشته باشه. باش. تو نمیتونی راجع به اون حرف بزنی، اون خیلی به من کمک کرده. ازش بچه‌م داری؟ نه. نمیخوای داشته باشی؟ خیلی خنده دار بود. من دارم میخندم. خب آره من این که خنده دارم چون تو اون عکس هیچی پیدا نیست، تو صورتت هیچی نیست، داری میخندی. فراموش کردی. آره فراموش کردم. 8 سال بعد اگه الان بود اسمت ثبت شده بود تو دفتر ثبت احوال، میشد اسمتو پیدا کردن ریگ کار سختی نیست. تو اون موقع نمیتونستی این کارو بکنی، مردم جلوی خونت جمع میشدن، محاصرت میکردن. ببین من الان دارم زندگیمو میکنم، یه زندگی جدید که برای ساختنش سخت جنگیدم، چون منم حق دارم زندگی کنم تا هر جا که لازم باشه. من حتی ببین تو فکر میکنی من باید هر روز مرور کنم اون گذشته رو؟ من زندانی بودم، حبس تو رو من کشیدم، اونم واسه 15 سال. من همه چیمو باختم، خیلی بیشتر از اون چیزی که تو باختم، چون من هیچ وقت زمانی برای شروع نداشتم. ما هیچ وقت خونمون رو عوض نکردیم، اون خونه توی اون خیابون. همه دوستامو من از دست دادم، مردم تو صورت من زوم میزدن، منو نگاه میکردن. من اسممو عوض نکردم، اسممو نگه داشتم، هر روز دارم گذشتم گوش کن به حرف من. تو نمیتونی هر روز به اون گذشته فکر کنی. لازم نیست بهش فکر کنم، خودش وجود داره. خب این عاقلانه است؟ این که خودتو آزار بدی؟ کسی نیست که بهت بگه دوستی، آشنایی، کسی که بتونه. و دوستات میدونستن که میخوای بیای اینجا؟ آره. یعنی بهت گفتن که واقعا؟ چه جور دوستایی هستن؟ تو لازم نیست راجع به دوستای من اظهار نظر کنی. ببینم نکنه منتظرن بهشون خبر بدی ها وقتی برگشتی. بیرونن دوستات؟ کسی اونجا به من نیست. بگو اگه کسی چند با بار تو باید اینجا بهت اومده بگم. با کسی دوست پسری اصلا به قضیه منو نامزدی. تو هیچ ربطی پیدا نمیکنه. اصلا کسی هست که حواسش به تو باشه؟ خب منم که همین کارو کردم.
آوردمت اینجا، گذاشتم حرفاتو بزنی، خوب به حرفات گوش دادم. عکسام چی؟ سر کار میری تو؟ منظورم اینه که اگه سر کار بری برای اومدن اینجا باید مرخصی گرفته باشی. عکسام. عکسات؟ عکسایی که ازم گرفتی پیداشون نکردن. پلیسا عکس‌ها رو پیدا نکردن چون میدونی که پر شدن این وبسایتایی که من خیلی زیاد دیدم. عکسای منم اونجا. چون بعضی از این عکس‌ها مال دهه 80، یعنی از مدل دیواره اتاقه میشه اینا رو فهمید. سوزوندمشون. واقعا؟ آره واقعا. خب معلومه که آره. هیچ کس ندید اون عکس‌ها رو. قبل از رفتنمون سوزوندمشون. به علاوه که تو اون عکس‌ها تو لباس تنت بودم، این شلوار من جین رو کاناپت نشسته بودم، تو یکیشون هم دراز کشیده بودم. آخه میدونی که عکسای این وبسایت هم از همینان. آره عکسای تو اون وبسایت هم از همینان. آره از همینان. ولی من همچین آدمی نبودم. به تو گفتن که من همچین آدمی بودم. من 3 سال از زندگیم اونجا تو زندون تو جهنم بیشتر از 3 سال. ولی تو میدونی که من همچین آدمی نبودم. نه از کجا بدونم؟ چرا میدونی؟ نه من هیچی نمیدونم. تنها چیزی که میدونم اینه که ازم سوء استفاده کردی. اما نداره. بذار. اما نداره. چی هست؟ چیزی که هست جوری نشون دادن تو دادگاه، جوری وانمود کردن، جوری برگزارش کردن که انگار من تو رو من اون روز رو از قبل تعیین کرده بودم. اون روز باربیکیو رو تو خودت هم میدونی. من اون روز نیومده بودم که خودت ببین اون روزی که ما با هم دیگه شروع کردیم به حرف زدن. صبر کن. زنت بود؟ آره. که من یکم از این آب بخورم. ببین اون روز وقتی پدرت دعوتم کرد خیلی تعجب کردم. یه چند باری تو خیابون دیده بودمش، یه سلامی هم به هم میکردیم. یه بارم تو تعمیر ماشینش بهش کمک کردم. اون روز وقتی دعوتم کرد اصلا نمیخواستم بیام. آخه کسی رو نمیشناختم. همسایه‌هایی که اونجا بودن. بعد میشه اون کارو نکنی لطفاً؟ اون روز پنجره خونم باز بود. بوی گوشت کباب شده می اومد، بوی باربیکیو 5 تا خونه اون برتر. بعد با خودم گفتم یه چند باری دیده بودم تو خیابون همون اطراف خونتونم و نه به چشمه. ما تو داشتی منو دید میزدی همون روز باربیکیو. نه من دیدم. نه اشتباه میکنی. قشنگ حسش کردم. نه من دید نمیزدم، نگات میکردم. بهم گفتی چرا انقدر غمگینی؟ نباید غمگین باشی. اولین چیزی که بهم گفتی. بله چون تنهایی بر خودت یه گوشه نشسته بودی با هیچ کس. مهموناتون اون روز همه سعی میکردن با تو حرف بزنن، تو هیچ کس رو تحویل نمیگرفتی. این اون چیزی بود که من داشتم نگاه میکردم. فکر کنم با دوست صمیمی دعوت شده بود. با خودم فکر کردم بعداً بگم اگه اون روز باش قرار نبودم، اگه اون روز اونجا بودون اتفاق میتونست واسه اون بیفته. چی داری؟ چند نفر اون روز اونجا بودن؟ مهموناتون 15 نفر 20 نفر. تو دختر یکی از همسایه ها بودی، نه یه تومه. پدر مادرم فکر میکردن تو یه موجود خجالتی. یه کمی هم عجیب غریب. چرا اون روز با دوست دخترت نیومدی؟ اون دوست دخترم نبود. شما که همیشه بیشتر یه جور فقط یه چند ماهی با هم بودیم. حتی اسمش هم یادم نیست. یه بار به من حمله کرد. خیلی عجیب غریب بود. 2 ساله بعد داشتیم با مادرم تو کوچه راه میرفتیم، اومد یه سیلی خوابون تو صورتم. میگفت تو زل میزنی تو چشماش. میگفت تو دنبال من بودی. دیده بوده دیگه چند باری دور و بر ماشین من میچرخی تو کوچه. باعث شد با دوستم آشتی کردم. درباره تو بهش گفتم، اینکه باهات حرف زده بودم، اینکه منو دید میزدی.
من این کارو نمی‌کردم. تو این کارو می‌کردی، تو اون یادداشتات. یادته برام یادداشت میذاشتیشون زیر برفاکن ماشینم. دوست دخترت خیلی زشته، چشماش مثل قورباغه است. فقط هم یه جمله دوست دخترت مثل الاغا میخنده. اونا که چیز مهمی و خیلی چیزای دیگه. مثلا یکیش این بود، باربیکیو یادت نره. اینقدر که ازت مجبور شدم بخوام تمومش کنی جلو در داروخونه. تو هم با اعتماد به نفس گفتی از چی داری حرف میزنی؟ جوری وانمود کردی که انگار روحت هم از این ماجرا خبر نداره. من که دیگه ننوشتم برات. حاضر بودم هر کاری که تو میگی رو انجام بدم. دوست داشتم تو ماشینت بشینیم کنار همدیگه بریم تو شهر بچرخیم. دوست داشتم همه ببیننمون، ما رو ببینن. که عکس پولاروید ازت گرفتم بوسیدیمش با دوستم هر دو تویی. عکس تو هر شب میذاشتم رو بالشم کنارش میخوابیدم. چه بیشرم بودم من. تو جلوی این اتفاقو نگرفتی، گذاشتی پیش بره. فقط کافی بود به پدر مادرم بگی، ولی این کارو نکردی. من یه بچه احمق بودم که دچار یه عشق کودکانه و احمقانه شده، ولی تو جلوشو نگرفتی. تو احمق نبودی؟ البته که بودم. نه نبودی. چرا؟ من یه دختر بچه‌ای که بودم که بیش از حد عاشقه. من حاضر بودم هر کاری رو که تو میگی انجام بدم. من سوالی سخت ازت نمیپرسم، مثلا سوالی نداشتم که بپرسم. فقط میخواستم تو خوشحال باشی. نه. آره، میمردم برای اینکه تو رو خوشحال کنم. تو خودتو یادت نیست اینکه چجوری بودی؟ چجوری بودم؟ خیلی محکم. محکم؟ منظور چیه؟ از عقل و شعور. خیلی مصمم. خواهش میکنم. اون موقعی که با هم شروع کردیم به حرف زدن، اون موقعی که دفعه اولی که واقعا با هم تنها بودیم و حرف زدیم، اون موقع فهمیدم. مبهوت شده بودم، مرده بودم از خنده. خنده؟ واقعا؟ چجوری؟ من شکلک در آوردم برات؟ من قلقلکت دادم؟ تو از اون زنک بزرگتر بودی، همونی که با من تو رابطه بود. بزرگتر؟ با اون خنده های احمقانش. بزرگتر یعنی چی دقیقاً؟ داری مسخره‌ام میکنی؟ عشقو خیلی خوب میشناختی، حداقل بهتر از اون، حتی بهتر از من. دقیقاً میدونستی که چی میخوای. یادته بهم میگفتی بی صبرانه منتظری تا خیلی چیزا رو تجربه کنی؟ از اینکه مثل بچه‌ها باد رفتار میشد حالت به هم میخورد، متنفر بودی از اینکه بهت بگن هنوز بچه‌ای. اینا چیزاییه که بچه‌ها میگن. تو مثل بقیه بچه‌ها نبودی. البته که بودم. نه. تو چه چیز دیگه ای ممکن بود از من بخوای؟ هیچ چیز دیگه ای نمیتونست باشه. چرا؟ بود. برای من بود. مدام توی فکرم بودی. هر روز همه چیم خلاصه شده بود به این که زودتر از سر کار بیام خونه تو رو ببینم. مدام کنار خیابون سرم تو موتور ماشینم بود، ماشین سالم. همه چی رو پیاده میکردم، دوباره از نو سوار میکردم. موتور ماشین فقط به خاطر اینکه تو اونجا بودی، به خاطر اینکه هوای آزاد بود، فضای آزاد بود. هیچ کس شک نمیکرد، پدر مادرت شک نمیکردن و بچه‌هایی که اونجا بازی میکردن. ولی این برای من کافی نبود. من باید تنها می شدم. یادته اون اشاره هایی که اون قرارهایی که تعیین کرده بودیم برای اینکه با هم تنها باشیم؟ من به خونتون تک زنگ می زدم. آره، معنیش این بود که دوست دخترت خونه نیست، تنها بودی. یا ماشینم رو به غرب پارک میکردم. یعنی اینکه فرداش میومدی منو ببینی توی پارک، تو پارک عمومی. پارک عمومی. نمیدونم چرا هیچ وقت تو بازپرسیام حرفی از پارک زده نشد. چون من نگفتم. چرا؟ نمیدونم، چون تو هم نگفتی. نه وگرنه حبسم میشد 10 سال. من فقط یه روز تو دادگاه بودم، مونم توی یه اتاق دیگه، هیچ وقت نفهمیدم اونجا چی شد. من خونه یکی از فامیلامون بودم، اجازه هم نداشتم از اونجا بیام بیرون. نه تلویزیون، نه روزنامه.
هیچ وقت هیچ کس به من نگفت اونجا چه حرفایی زدن. حتی الانم مادرم بهم هیچ چی نمیگه. اسم اون شهر رو یادته اونجا که رفتیم؟ آره. زمستون بود، هوا سرد بود، همه مغازه‌ام تعطیل بودن. ما کنار ساحل قدم میزدیم. تو دست منو گرفته بودی، چون تاریک بود میشد این کار کرد. یه اتاق تو مهمون خونه گرفته بودی. وقتی که داشتی با اون زن حساب مهمون خونه حرف میزدی، من بعد پشت سرت وای میستادم، سرم مینداختم پایین، از پله میرفتم بالا. زنه رو میشناختی؟ نه. همیشه فکر میکردم میشناختی. از کجا باید میشناختم؟ نمیدونم چرا. 2 تخت یه نفره تو اتاق بود. کافیه. چرا شو بهت گفتم من دلم نمیخواد بشنوم. ولی من دلم میخواد. ما هر دوتامون میدونیم چه اتفاقی افتاده. نه من نمیدونم. من همه چی رو نمیدونم. تو هم نمیدونی. تو که اصلا هیچی نمیدونی. من میخوام بدونی. میخوام بدونی به خاطر چی کار کردم. به خاطرم چی کار کردی؟ گفتی سیگار میخوای. گفتی میری بخری یه مغازه یا یه باری پیدا کنی. منم گفتم باهات میام. گفتی نه. گفتی همونجا منتظر بمونم، 5 دقیقه دیگه برمیگردی. نشستم رو تخت، صدای پاهاتو میشنیدم که از پله رفتم پایین. من دلم شکلات می‌خواست. اومدم سمت پنجره، نمیدونم شاید هم آب نبات. خواستم پنجره رو باز کنم، ولی من داد زدم شکلات، ولی تو دیگه صدامو نشنیدی. دیدمت که در حیاط مهمون خونه رو باز کردی و رفتی بیرون. کوبیدم به پنجره ولی تو دیگه صدامو نشنیدی. وقتی بیدار شدم نمیدونم ساعت چند بود. تو برنگشته بودی ولی من خیلی خوشحال بودم. مرد من به زودی برمیگرده و برام شکلات خریده. اصلا لازم نیست بهش بگم که چی میخوام، خودش میدونه برام میخره. ولی تو برنگشته بودی. من از پله ها اومدم پایین، خواستم در خروجی رو وا کنم. یهو از پشت سرم یه صدایی شنیدم، صدای زنه بود. پشت سرم گفت چی کار داری میکنی؟ من در رو باز کردم و زدم بیرون، دویدم وسط خیابون، رسیدم ته شهر. ساعت کلیسا 10 بار صدا کرد. کشتی ما قرار بود نیمه شب حرکت کنه. شهر خیلی بزرگی نبود ولی تو هیچ جاش نبودی. بعد یه مغازه دیدم، نورشو دیدم، رفتم تو، پرسیدم یا آقای اینجا از شما سیگار نخریدن؟ فکرت برای خودم میخوام. گفت نرم تو. من سعی کردم نشونیای تو رو بهش بدم ولی گفت نه، قبول نکرد. بعد یه بار گفتم حتما رفتی یا آبجو کنار سیگارت بزنی. میخواستم برم تو ولی نمیتونستم برم. وایسادم 2 مرد برن تو، منم پشت سرشون راه افتادم تو. همه جا رو گشتم، همه جای اون بار رو گشتم ولی تو هیچ جاش نبودی. همه سرا برگشت سمتم، میگفتن گم شدی عزیزم، دنبال چی میگردی کوچولو؟ یارو بارمنم ازم پرسید، نشونیای تو رو بهش گفتم، اسم تو گفتم، دیده بودت، یه سیگار و یه آبجو و بعدم زده بودی بیرون. میخواست بهت کمکم کنه. من گفتم نه من خوبم. من دوباره زدم تو خیابون. 10 قدم راه میرفتم، 10 بعدی رو میدویدم. میگفتم حتما سر پیچ بعدی هستی، بعدی. فکر میکردم هر ماشینی که رد میشه ممکنه تو باشی. بعد گفتم حتما اومدی سمت بار، اومدی ببینی من
من کجام؟ دیدم اتاق تاریک، ماشین تو هم نیست. همه اون خیابونا رو بالا پایین کردم ولی هیچ خبری نبود. ماشینت نبود. تو رفته بودی. تو من همه چیم تو ماشینت بود. ساکم با لباسام همه چیم. تو رفته بودی. من نمیدونستم چیکار کنم. زار میزدم. رفتم نشستم روی نیمکت. گشنم بود. داشتم یخ میزدم. تو منو ترک کرده بودی و من نمیدونستم چرا. منی که عاشقت بودم. گفتم از من یه بلایی سرت اومده. کشتنت یا غرق شده بودی یا من میدونستم که دیگه فراری در کار نیست. میدونستم که ما دیگه به کشتی نمیرسیم. بعد یه زنه رو از اون ور خیابون دیدم. زنه اومده بود با شوهرش. اومده بودن سگشون رو بیارن بیرون بگردونن. من بهشون گفتم که خودم اومدم اونجا. ازم پرسیدن که کی منو آورده. گفتن اونجا چی کار میکنم. بعد منو با خودشون بردن خونه. خوابیدم روی کاناپه. یه پتو هم بهم دادن. بعد زنگ زدم به مادرم. من میشنیدم که داره تلفنی با مادرم حرف میزنه. بعد پلیسا اومدن ولی من نم پس ندادم. بهشون گفتم که خودم میخواستم اونجا بیام. گفتم که میخواستم از خونه فرار کنم. فقط تو به من کمک کردی. منو تا اونجا رسوندی. منو با ماشین تا اون شهر رسوندی و بعدم رفتی و از هیچ چی هم خبر نداری. پلیسا، دکترا، مادرم. یه زن روانشناس که همیشه هم خیلی آروم حرف میزد. بعد به زور خوابوندنم. بهم تزریق کردن. بهم داروی بیهوشی تزریق کردن. یه خانم روانشناس اونجا بود که همیشه خیلی آروم حرف میزد. بهم میگفت که آدم بزرگا به هم دیگه دروغ میگن. اونا برای چیزایی که از هم دیگه میخوان به هم دیگه دروغ میگن. خودشون هم نمیدونن که دارن به هم دروغ میگن. من نمیشنیدم که چی میگه. میگفتم میشه یکم بلندتر حرف بزنید. بلندتر. من نشیدم چی گفتی. من فقط یه روز تو دادگاه بودم. اونم توی یه اتاق دیگه. ولی از اونجا شهادت میدادم. بعد خیلی چیزا گفتم. خیلی بیشتر از اون چیزی که باید میگفتم. چون من میخواستم که تو بدونی. من اونجا بدونی که با من چیکار کردی. که منو تو اون شهر رها کردی و رفتی. منی رو که عاشقت بودم. بعد از این که یعنی آخر کار وقتی همه چی تموم شد. وقتی ما اومدیم خونه خودمون. نه خونه اون فامیلمون. من رفتم تو اتاق خواب. ساکت بودن. هیچی نمیگفتن. من فکر میکردم تو رو آزادت میکنم. فکر میکردم دوباره برمیگردی تو همون شهر زندگی کنی. بعد پدرم بهم گفت 6 سال بعدش. البته یه شب وقتی خواب بودم مادرم اومد تو صورتم هوار میکشید که اونا رو متهم کردن. که من تو جایگاه متهم وایساده بودم. بعد پدرم مجبور شد ببرتش بیرون از اتاق. من از زندگی که کردم متنفرم. تو اینو نمیدونستی. اومدم اینو بهت بگم. مطمئنم بودم منو فراموش کردی. من برات یه نامه نوشتم. یه سال بعد بهم اجازه دادن که یه نامه بنویسم. البته قبل از فرستادن خوندنش. به دستت نرسید؟ من هیچ نامه ای از تو نگرفتم. پس حتما پدر مادرت. چی توش نوشته بودی؟ ازت عذرخواهی کردم. خواستم که منو ببخشی. نوشته بودم که چه درس بزرگی از زندگی گرفتم. یه نامه دیگه هم نوشتم. اونو که اصلا نذاشتن بفرستم. من اون شب داشتم برمیگشتم پیشم. سیگار رو خریدم. بعد رفتم. این توجیهی که برای خودت درست کردی. این ترفندیه که ازش استفاده میکنی برای لبخند زدن توی اون عکسه ها. اتفاقیه که واقعا افتاده. من اون شب رفتم یه سیگار گرفتم. بعد رفتم یه نوشیدنی نیاز داشتم.
باید میتونستم، باید جرأت پیدا میکردم. رفتم یه بار یه نوشیدنی زدم، بعد راه افتادم تو خیابون، بعد نقشه میکشیدم. چجوری باید توضیح بدم؟ کشتیه چی باید بگم؟ ببین من باید میدونستم که تو چشم به راه همی. بعد رفتم تو خیابون، یه ذره راه رفتم تو اون خیابونای سرد، تو کوچه پس کوچه هاش. بعد برگشتم به اون مهمون خونه، از پایین نگاه کردم دیدم چراغ اتاق روشنه. زنه تو اتاق بود، داشت ملافه ها رو عوض میکرد. ازم پرسید ماجرا چیه؟ بعد گفت که فرار کردی. گفت پا گذاشتی به فرار. از اونجا زدم بیرون، رفتم سوار ماشینم شدم، گفتم شاید تو اون دور و برا باشی، اما نبودی. خیلی دنبالت گشتم، رفتم تو خیابونا چرخیدم، بعد پیاده شدم، ماشین رو گذاشتم، دوباره دور و بر مهمون خونه، دور و بر اونجاها گشتم، اسم تو داد کشیدم، گفتم شاید یه جا قایم شدی، صدامو نمیشنوی. وحشت زده شده بودم، هر لحظه فکر میکردم الانه که پلیسا محاصره‌ام کنن. ماشین رو پارک کردم، دوباره برگشتم همون بار اولیه. رفتم اونجا یه آبجو سفارش دادم. یارو بارمنه، همونی که دفعه اول برام آبجو رو ریخته بود، از جاش تکون نخورد، همینجوری زل زده بود تو چشمام. ازم پرسید پیدات کرد؟ گفتم آره حالش خوبه. بعد یهو دیدم یکی اونور رو صندلی از تو بار بلند شد اومد سمت من. یارو بارمنه دلا شد که یقمو بگیره. فش دادم، خودمو کشیدم عقب، فرار کردم. 3-4 تاشون دنبالم اومدن، بعد چند قدم 2 تاشون ول کردن رفتن، 2 تای دیگه دنبالم اومدن. بعد رفتم توی یه کوچه، یه جا قایم شدم. یه ساعت اونجا موندم. شنیدم ساعت کلیسا نیمه شب رو اعلام کرد. اومدم بیرون، رفتم سوار ماشین شدم، گفتم شاید رفتی کنار اون اسکله‌ای که کشتی قراره ازش حرکت بکنه، اونجا نبودی. نمیدونستم باید چی کار بکنم. من داشتم از اون شهر میرفتم و نمیدونستم تو کجایی. بعد تو رادیو شنیدم که زوجی که برای پیاده روی سگشونو برده بودن پیدات کرده بودن. توی رادیو شماره پلاک ماشینم رو اعلام کرد، پلیسا دنبالم بودن. ماشین رو پارک کردم، بقیه راه پیاده رفتم، بی هدف همینجوری رفتم از خیابونای فقری. بعد یه باجه تلفن پیدا کردم، زنگ زدم به پلیس. همونجا منتظر نشستم تا رسیدن. من نمیخواستم اونجا رهات کنم. فرقی نمیکنه رها کردن یا برگشتن، چه فرقی میکنه؟ چرا برای من فرق داره؟ آره برای اینکه برای تو بهتره، آسون‌تره. نه آسون‌تر نیست. اون وکیله بهم الان گفتنش چه دردی رو دعوا میکنه؟ اونا بهم گفتن اگه بگم من اونجا ولت کردم برام بهتره. گفتن بگو از اونجا فرار کردی، هیچ وقتم نمیخواستی برگردی. اون شب وقتی نتونستم پیدات کنم با خودم فکر کردم شاید دزدیدنت. خواستم برم پیش پلیس. وقتی پلیس ها رسیدن من کف باجه تلفن نشسته بودم، زانوهامو بغل کرده بودم و زار میزدم. آره این که فکر میکنم داشتم برمیگشتم پیشت آرومم میکنه. برای چی اون نامه رو نفرستادی؟ بهت که گفتم بهم اجازه ندادن. خب بعد یه راهی وجود میداشت. نه نداشت. چی شد؟ نمیدونم. چه خبره اینجا؟ نمیدونم. اتفاقی افتاده؟ صبر کن من میرم ببینم چه خبره. خب من اینجا تنها ول تو نکن. همینجا ببین، از جا تکون نخور. صبر کن شاید کنتور پریده باشه. وایسا.
باور نکردنیه. کیا؟ این کارگرا همشون رفتن. همشون؟ آره میرن خونه دیگه. یعنی ما اینجا تنها موندیم درو قفلن؟ نه من کلید دارم. معمولا آخرین نفر منم. خب چرا بهت نگفتم؟ نمیدونم، عقل درست حسابی که ندارن. لابد یکیشون چیه خواسته یه شوخی احمقانه کنه، برقارم قطع کرده. تو همیشه در رو قفل میکنی؟ آره من کلید دارم. امشبم تو در رو قفل میکنی؟ آره چطور؟ یعنی تو نگهبان شبی ها؟ نه. چی بهش میگن ها؟ سرایدار ها؟ نکنه تو سرایداری؟ نه من سرایدار نیستم. خب آخه اگه سرایدار نباشی که همجوری ولت نمیکنم. دارم بهت میگم من سرایدار نیستم. تمیزکاری تموم نشده بعد بمونی سرایدار یه همچین پیرهنی با یه همچین کفشی همچین کت. تو اون عکسه نوشته بود تیم سرایداری. منظورت چیه به حالت اولش برگردونم؟ نشانه افتخار سرایداری گرفتی؟ مواظب حرف زدنت باش. من نمیدونم کی جلوم وایساده. من تو این کارخونه یه سمت مهم دارم. تو میدونی؟ برای رسیدن به اینجا تلاش کردم. کسی هست بدونه؟ هر کاری کردم که سرایدار نباشم. تو اصلا عوض نشدی. هنوز همون جوری حرف میزنی، مخ میزنی، دروغ میگی. تو اصلا خودت خفه شو. من نمیدونم چی رو باید باور کنم. از چیزای مختلف شنیدم. اینجا زندگی میکنی؟ چی؟ میگم شاید اینجا زندگی چی داری میکنی. میگی؟ نمیتونیم از اینجا بری بیرون، هیچ کسی هم نداری معلومه که بیاد دارم. پیشت. اینجا زندگی میکنی، غذا میخوری. من کسی رو پیدا کردم که کسی که پیدا کردی میدونه که اون شب قرار بوده برگردی پیش من؟ بهش گفتی؟ نگفتی؟ ها؟ گفتی؟ تو هیچی بهش نگفتی! من میخواستم بهش بگم تو ولی نتونستم. ببین ما الان داریم با هم زندگی میکنیم. تو نمیتونی تصورش رو بکنی. من از کف اون باجه تلفن، از لحظه زار زدن تو کف اون باجه تلفن، من وقتی زندان بودم پدر خانواده‌ام همه رفیقام ولم کردن رفتن. هیچ کس بهم کمک نکرد، حتی یه سنت هم تو جیبم نبود. تا گردن زیر قرض بودم، خونمو توقیف کرده بودن. اون خیلی به من کمک کرد. من خیلی خوش شانس بودم که اونو پیدا کردم. من میتونم زنتو ملاقات کنم؟ احمق نشو لطفا. من احمق نیستم، تو خودت گفتی من احمق نبودم. من میخوام زنتو ملاقات کنم ری، اون زن فوق‌العاده رو، زنی که اگه بفهمه نمیتونه ببخشتت. چه شکلیه؟ برام توصیفش کن. یعنی چی؟ تو رو خدا چه شکلیه؟ نه. بلنده یا قهوه‌ای، کوتاه یا بلند، احمق یا پیش؟ نه مرد بزدل، تو شرمت نمیاد از این زندگی ها؟ برو بیرون. متنفرم از اینکه جای اون باشم. چند سالشه؟ اختلاف سنیتون چقدره؟ یه سال از من بزرگتره. 50 سالشه. نه پیر نیست، من حتی تقریبا هم 50 سالم نیست. نه 50 سالم نیست. جذابه با اون چروکاش. آره تو مریضی. من مریض برو بیرون. نیستم. برو بیرون، به من نزدیک نشو. برو بیرون. من مریض نیستم. برو تو بیرون. مریضی. تویی که مریضی. تویی که مریضی، نه من. تو حالت خوبه؟ گم شونور.
پیرنت خیسه؟ یادم اون موقع لباسای بهتری میپوشیدی ولی الان لباسات افتضاحه. اون ژاکت یادته؟ آره، نمیدونم چه بلایی سرش اومد. قبول دارم لباسام خیلی گرونم نیست. حقوقم اینجا بالا نیست. در ازای کاری که من میکنم حقوق خوبی بهم نمیدن. باید بهشون بگم حقوقم رو اضافه کنن. ولی تو لباسات خوشگله. آبر بده. منم میرم سر کار. پول خوبی هم میگیرم. یه چند تا هم دوست دارم. آپارتمانم خیلی بزرگ نیست. رانندگیم هم افتضاحه ولی خدا رو شکر ماشینم خوبه. مامانت چی؟ میبینیش؟ اون منو میبینه. انتخاب دیگه ای ندارم. یه مدت شروع کرد واسم دوست پیدا کردن. پسرا رو می آورد خونمون با هم دیگه آشنا بشیم. مثل قرن 19 هم بود. می اومد با هم چای میخوردیم. پسر می اومد قلب منو بدزده. من خیلی اذیتشون کردم چون من می اومدم همه چیزو واسه پدر مادرم میگفتم. دیگه تمامش کردم. چند تا؟ فکر میکنی شمردم؟ ممکنه شاید شمرده باشه. 83 تا. 83 تا. الانم با کسی هستی؟ آره به هم زدیم ولی فعلا منتها من دلم میخواد دوستش داشته باشم اگه بتونم. دهنم خشکه. میشه بریم یه نوشیدنی بزنیم؟ یه نوشیدنی واقعی. آبجو؟ تو آبجو میخوری؟ یه وقتایی آره ولی بیشتر شراب. اما الان آبجو جواب میده. میخوای بریم؟ بریم یه چیزی بزنیم؟ یه جایی همین نزدیکی ها هست. یه آبجو واقعی؟ نه اینجا مثل خوکتونیه. آره فردا میان تو همین آش و همین کاسه. اون یارو سرایی داره، اونی که اینجا رو تمیز میکنه خودش از همه بدتره. یه دفتری داره میشینه همش توش کتاب میخونه، کار نمیکنه اصلا. کجاست؟ مریضه، همیشه مریضه، هر وقت دلش بخواد میاد. حالم به هم میخوره از این. مثل خوکدونی شده اینجا.
فکر کنم خوبه. من تو 50 سالگی میمیرم. مطمئن یه حسی بهم میگه چند سال بیشتر برام نمونده برای ادامه دادن. دیدن تو تو این اوضاع، دیدن این که خوشحال نیستی، من باعث این ناخوشیم. من نمیخواستم آزارت بدم ولی این کار کردی. من همیشه بهت فکر میکردم. واقعا؟ آره واقعا. به من فکر میکردی؟ به اون اتاقه؟ آره. من میتونم برگردم پیشت. نه. چرا؟ پیر شدم؟ من نمیتونم. متاسفم. ببخشید. این پیتر زنته؟ آره اون سر ساختمونه. محمد بریم بیرون. وسایلتو برده بریم بیرون. بودو. پیتر اینجایی؟ سلام. چیکار داری میکنی؟ داشتیم دنبال تو میگشتیم. کجا بودی؟ من همینجام. دارم لباسامو عوض میکنم. الان میام پیشتون. چیکار میکنی؟ ببین اینجا چقدر کثیفه. دارم کارامو انجام میدم. نه نه لازم نیست. من خودم اینا رو تمیز میکنم. تو برو جلو در ورودی کارخونه. مامانتو پیدا کن. بگو من یه 5 دقیقه دیگه میام پیشتون. برو ماشینو برمیدارم میام اونجا دنبالتون. بدو. تا با ما بیا بریم. نه من کار دارم. بعد کارامو انجام بدم. بعد درا رو قفل کنم. برو بیرون. آفرین. چرا من میتونم اینجا پیشت بمونم؟ برای اینکه تو نباید میومدی. پیتر خانومه کیه؟ چرا اینجاست؟ چرا قایم شده؟ قایم نشده. من قایم نشدم. پیتر خانومه کیه؟ یه دوست. اینجا کار میکنه؟ نه. شما هم با ما میان؟ نه. مامان منو میشناسی؟ نه نمیشناسم. اسمش چیه؟ اون نه. بعد بری از اینجا. برو عزیزم. نه من میخوام پیش تو بمونم. تو الان برو. من برمیگردم جلو در میام اونجا. همونجا میام دنبالتون سوارتون میکنم. 5 دقیقه دیگه کارام تموم میشه میام دنبالتون. برو مامانو پیدا کن. بهش بگو هنوز کارام تموم نشده. الان میام. برو. دخترت نیست درسته؟ نه از یه پدر دیگه است. لازم نیست من همه چی رو به تو توضیح بدم. من به مادرش بگم. من باید برم. نه اونا اون بیرون منتظر منن. من باید برم. نه
نمیتونی ری. ری